هموطنان صاحب دل، احترام و تقدیم از اثر شرفین از آلند. امروز میخواهیم که درباره عواملی که به گرده ها زیان میرسانه و باعث کمکاری و حتی عدم کفایی گرده میشه معلومات های خود با شما شریک بسازم. در قدم اول گرفتن بیش از حد پروتئین، به خصوص پروتئین های حیوانی، به طور مثال پروتئینی که از گوشت های سرخ ما به دست میاریم، این گرده ها را زیاد تحت فشار قرار میده، به خاطر که گرده ها ناگزیر هستند که پروتئینی که گرفته میشه ای را پروسس کنن و به خاطر که اسید این پروتئین ها بسیار زیاد است میتونه که باعث سنگ های یوریک اسید و کلسیم هم در وجود شود. عامل دوم نمک است. نمک واقعا گرده ها را بمبارد میکنه و در بعض موارد در بعض افراد گرفتن بیش از حد نمک باعث دفع پروتئین در ادرار میشه و هم باعث سنگ گرده میتونه شود. در روز یک انسان کاملا سالم باید 6 گرم نمک بگیره که 2.4 گرم سدیم میشه و در جدولایی که ضمیمی پاکت های غذایی است همیشه سدیم ذکر شده که چند میلی گرم سدیم امی غذای مشخص داره و ما واقعا 75% نمک ضرورت وجود خود از غذاهایی که میخوریم یعنی بدون اینکه ما نمک علاوه کنیم میگیریم، به خاطر که اگر نان خشکی که میخوریم، اگر شیر، لبنیات، همه چیزی که ما شما میگیریم، حتی کیک و کلچه‌ای که میخوریم او هم حاوی نمک است. عامل چهارم الکل است. در موجودیت الکل گرده ها خون خوب فیلتر کرده نمیتونن. کسایی که بیش از حد الکل می نوشن، به طور مثال کسایی که در ظرف کمتر از 2 ساعت 4 تا 5 پیک ویسکی یا ودکا را اگر بنوشن، حتی میتونه که عدم کفایی عاجل گرده برشان پیدا شود و بسیار کسایی هستند که از خوردن زیاد الکل امروز دیالیز میشن. عامل پنجم گرفتن بیش از حد نوشابه های گازدار به شمول سودا، آبهای منرال، کوکاکولا و غیره است، به خاطر که این نوشابه ها زیاد کربن دارن، زیاد اسید فسفر دارن و این خود باعث کمکاری گرده میشه و حتی باعث پوکی استخوان میشه، به خاطر که یا هم حاوی زیاد اسید هستند و به شمول نوشیدنی هایی که کافین داره، اگر قهوه است، اگر انرژی درینک است، پس متوجه این نوشابه ها باشند. عامل ششم نوشیدن آب به قدر غیر کافی است. کسایی که مدتها، ماها، حتی سالها آب کم میگیرن متوجه باشن که حتی میتونن که برشان عدم کفایی گرده پیدا شود. در روز باید یک انسان باید حداقل 2 لیتر آب بگیره. عامل هفتم گرفتن یا استفاده زیاد دواهای ضد درد است که باعث میتونه کمکاری و عدم کفایی گرده شود. به طور مثال خوردن سالها اگر شما از نپروکسن، ایبوپروفن، دیکلوفناک یا ویوکس یا نپروکسن، اندومیتاسین، اسپرین استفاده کنین، میتونن که با عدم کفایی گرده مواجه شوند. در صورت درد شما میتونن که از پاراستامول یا ترامادول استفاده کنین. گرفتن بیش از حد آنتی بیوتیک ها به خصوص با دوزهای بالا باعث زیان به گرده میشه و همچنان مواد مخدر، کوکائین، هیروئین، آمفتامین باعث کمکاری و عدم کفایی گرده میشه. پس متوجه عواملی که ما یاد کردم باشین تا سلامتیتان حفظ باشه. تشکر از توجهتان. خداحافظ.